Yo, صبح بخیر دوستان عزیز. امروز 4 ایونی سال 2023 بله و این زمان امروز یک شنبه است و ما قرار گرفتیم که در روز یک شنبه یک ولسیپدی پیش خونه را گیرم و آهسته آهسته قدم زنم با اون طرف ده وای است چی میگن آغاز بس ما از راه گذرم اون طرف ده جنگل هست درختزار و در این گونه روزها مردم محض با همین جنگلزارها میروند و ولی سیاحت میکنن منم میخوام روم و جنگل زارها و چخیلی که میبینید ولی این هم ولسیپدی ما و ولی چرا ما اونجا میرم در یک روز ما در کلندر خود گذاشتگیم در یک هفته 2 روز 45 دقیقگی تنها برای فکر کردن. یعنی چرا فکر کردن مهم است؟ چون که این زمان که شبکه‌های اجتماعی است و مردم روز تا بگه با تکنیک و تکنولوژی یعنی وابسته شدگیان و وقتی فکر کردن هم ندارن و بله یعنی فکر کردن در حقیقت که مهم است. تو باید که فکرهای خود داشته باشی نه اینکه فکرهایی که مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن. و چخیلی که میبینید اینجا هم باد و هوا زیبا و جای سنجاب ها و هر روز 45 دقیقه اگر شینی فکر کنی در حقیقت که ایده های نو در سرت میزنن. فکر کردن در حقیقت که مهم است برای همه چیز، برای بیزنس، برای تحصیل، برای کار، برای محصولناک بودن یا اینکه پروداکتیو بودن، برای همه چیز. باز بس ما در اونجا شینم بعد با شما درباره فکر کردن چرا فکر کردن مهم بودن رو با گپ میزنم چون که دست ما در گرفت در این کامera. کدومی که درباره بیل گیتس میدوند بله سالهای 2004 2008 یا اینکه میلیاردر بود یعنی بزرگترین آدم در سر زمین بود و بله چون که وای مایکروسافت ساخت و ان همون آدم خودش در یک سال تقریبا 30 روزی حیاتی خودش میگیرد و در یکی از برای مثال جنگلزارها در خانه دارد در یک سال یک بار 30 روزی انمو یک ماه میرود به اینترنت، به شبکه‌های اجتماعی، به یگان چیز تنها کتاب میخواند و فکر میکند. تنها در یک سال 30 روز تنها فکر میکند. چرا؟ چون که محض بر همین مایکروسافت حاضر افسانوی است و میلیاردها دلار آمریکایی درآمد میارد در سالها در ماه‌ها حتی چون که بله وای ساخته بود و از خاطر نمی‌دونم که بیل گیتس این جوانترین میلیاردر است در تاریخ و در سن 21 یا که 22 سالگی میلیاردر بود. چرا؟ چون که وای دانا بود، میتونست که مردم اداره کند، مردم میتونست که جای کار دهد، چگونه جای کار فرماید و بله یکی از هنرهای افسانوی وای این فکر کردن بود و بله در یک سال 30 روز در داخل جنگل شین فکر کن یک قبچه ایده هم یاد دست سرت میروی چی کاری بکنی نمیکنی. اشکالی که میبینید اینجا باقی پیش خونه ما هست و این هم ولسیپدی ما و بله یعنی ولسیپدی که 30 دقیقه هر روز ما میگیرم یعنی رایگان است راندنش 30 دقیقه هر روز و بعد از 30 دقیقه الکی پولکی می شود تقریبا با پولی تاجیکی 3 سومانی در یک ساعت یعنی میتونی که ولسیپد رانی کنی. او طرف ترگریم چی خبره بود اونجا. خب برای مثال 2 سال پیش یا که بله 2 سال پیش با فکرم برای مثال 2 سال پیش ما حتی سهر از خواب میخواستم وقتی اوقات خوردن در دستم تلفن بود فوتبال تماشا میکردم یا اینکه خبرها تماشا میکردم. من زمان ما تمام خبر تماشا نمیکنم ولی فوتبال تنها بازی های مهم تماشا میکنم، دیگر بازی هایی که اول تماشا میکردم نمیکردم برای مثال وقت به فایده میگیرد و بله موسیقی دیگر گوش نمیکنم برای مثال سحر یا که دیگر وقتا چون که یعنی و یا تو را از فکر کردن دور میکنن یعنی تو دیگر وقت برای فکر کردن نداری
تو فکر نمیکنی وقتی که تنها دقت تو با آن همون میشود، با آن همون فوتبال یا اینکه با آن همون خبر کی جدا چی گپ شید، یا اینکه تنها دقت تو با چیزهای نالازمه میشوند که در زندگی شخصی تو تماما فایده ندارن. فهمیدی؟ برای همون فکر کردن امروز تنها درباره فکر کردن گپ میزنیم. موضوع اصلا مهم است. جنگل ها فکر کنید. فهمیدید؟ براستی ما حرکت که امروز بود هوا زیباست و ولوسیپد مرام در حرکت که زیباست کدوم راه رو طرف دست راست طرف دست چپ و ولی انا اینجا خانه سنجاب ها آمدم و سنجاب ها را خبرگیر آمدم. پس برای همین ما ولی خواستم که در یک هفته اقلا 2 روز روزهای یکشنبه و پنجشنبه 45 دقیقه وقتی خدمت جدا کنم و تنها فکر کنم. برای مثال تو میتونی که یگان جای آرامی روی، برای مثال یگان جنگل روی یا اینکه یگان خانه داشتینی که یگان کس نباشد، خاموشی باشد تنها و دفتر روچکت میگیری و ایده های نوی که میان مینویسی در اونجا. برای مثال همشه چی وای بیزنس ایده است، چی وای تحصیل است، چی وای مثال چگونه عادت های نو با سرت میان یا که عادت های بد از نقشه داری که برای مثال نابود کنی. یعنی بله تنها با فکر کردن داری. این زمان مردم سریع از خواب میخیزن، ساعتی سریع از خواب میخیزن، اولین کار میکنن تلفنشون میگیرن و یعنی فکر نمیکنن چیکار میکنن. یا اینکه وقتی خوراک خوردن در گوشاشون گوشمونک ناوشنیک موسیقی گوش میکنن یا که کتاب گوش میکنن یا که پادکست و یعنی خودشون فکر نمیکنن، یعنی وقتی فکر کردن ندارن مردم و برای همون فکر کردن مهم است. چون که فکر کنی این فکرهای خودت هست، ایده های نو در سر خودت هست و تنها یه فکری خودت میگی. هر یک کس ما باور دارم که هر یک کس باید فکری عقیده های شخصی خودش داشته باشد و این تنها در حال بسری تو میاد که تو فکر میکنی. اگر فکر نمیکنی ایده نداری تو. و بله دوست عزیز، آیا شما امروز الگوریتم یوتیوب هک کردید یا که نه؟ برای مثال لایک، کامنت، ابونه شدن، زنگوله زیر کردن یا همه این هک کردن یوتیوب های، البته با مقصد نیک، با مقصد خوب، با غرض نه. و بله یعنی ویدیو امروز با فکرم با آخر میرسد دیگه. درباره فکر کردن ما صحبت کردیم و اگر که دیگر ویدیوها پسندتان باشد، برای مثال چگونه ما در یک روز 12 ساعت تحصیل میکنم، چرا ما شبکه‌های اجتماعی را نابود کردم، بله سفرهای ما چگونه ما اولین جای کار آیتی ام رو گرفتم، در ان همینجا اگر که پسندتان باشد همینجا زیر کنید، در همینجا که جای در میبرد ویدیوها. و با همین امروز ما ویدیو را با آخر رساندم. تشکر که ویدیو را تماشا کردید و وقتی عزیزی خودتون دریغ نداشتید و ما روزی خوب. بای بای بای.